زنا دین است، قرض است که اگر آن را از ناموس دیگران قرض گرفتی، حواست باشد که پرداخت اون قرض و ادای اون دین چه بسا از خانواده خودت باشد. حواست باشد. الجزاء من جنس العمل. وقتی انسان به ناموس دیگران دست درازی بکند، جزایش این است که به ناموس خودش هم دست درازی بشود. وقتی انسان ناموس دیگران را محترم نشمارد، حواست باشد که امکان دارد این رخ بدهد برای انسان. چون عرض کردم الجزاء من جنس العمل، جزا و پاداشگاهی از جنس عمل انسان است. ان الزنا دین فان اقرضته، زنا مثل دین است، مثل وامی است که انسان میگیرد یا به کسی میدهد. اگر آن را قرض گرفتی، قرض دادی یا قرض گرفتی از ناموس دیگران، کان الوفا من اهل بیتک فعلم، چه بسا ادای اون دین از اهل بیت خودت، از خانواده خودت، از ناموس خودت، از زن و دختر و خواهر خودت باشد. حواس انسان جمع باشد. اگر تحمل بی ناموسی داره، بسم الله.